دلت را دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لله الحمد و توفیق الله متعال. امروز سمول الله جان ما بستر کردیم دیگه که پلان داریم که بخیر عملیات شد رسانیم برای دکترهای متخصص داخله و تمام کسایی که مشاورین بودن. بر صورت بیاد معایناتش تکمیل شده و عملیاتشان ساعت 7 انشاءالله پلان کرده که فکر کنم 15 دقیقه مونده. شما دعایتان فراموش نکنید و جان بخیر صحتمند شود و عملیاتش بخیر سپری شود. امانالله جان زنگه زنگه امانالله ماشاءالله دکالی سمرخ کلی ده صد دکار که دکالی دکالی چه دکتر؟ دکتر ماشاءالله بیفشان قطره عشق که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، مانی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومید تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن مداوا. اصلاً به اسم شاهجهان تحت لوحه شاهجهان است یا امانالله به نام امانالله تحت لوحه لپچاپ در شبخانه تاوان مراجعه کرده بود که بعد از تکمیل معاینات و تکمیل دوسیه و ایگرفایش دیگه تحت شرایط عملیات خانه و محکم مریض تحت انستزی جنرال عملیات گرفت. عملیاتش انشاءالله موفقانه بود. دیگه ساحه رو باز کردیم، همو ساحه دفکت که در لبش بود تو را کاملا به شکل درستش ما ترمیم کردیم. تشکر. خیر باشید. دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امانالله جان عزیز دینشه و عملیاتش بخیر سپری شد. آل لله الحمد. دکتر سببی ماشاءالله
تر تازه هستن و جان تکرس دیگه امروز بخیر رخصت میکنن. جا داره از دوستان عزیزی که ما رو کمک کرده بودن باران رحمت ما این تفلک تداویش در گردن میگیریم. عزیزان قلب جهان سپاس از تک تک شما، از تمام کسایی که این روزه سهم گرفته بودن، کسی 10 روپا، کسی 20 روپا، هر چقدر که داده بودن الحمدلله ما تونستیم این طفل عزیزم تداویش کنیم. پیدا کردنش با من بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. د باران رحمت له فاونډیشن ډیره مننه کو چې دا افغانستان کې دا پروګرام پلی کړی. اول د ما خپل زوی و چې زه ورسره رنجېدم او دا خپل رنجېده لکه د دې همزولو کور کې به یو بل به ورته چرسونډی ویلي. نو اوس الحمدلله موږ پرون راوسته دلته عملیات کړ او شکر د خدای له ډېر شکر گزار یو. زه خپله شکر گزار یم، تاسې نه د خدای شکر گزاره سئ چې تاسې دومره کومک وکړه، افغانانو سره کومک کوئ. خدای دې تاسو سره کومک وکړي او تاسو نه ډېره مننه. دغه د ما زوی شکر د روغ جوړ شه. نن نه بعد به نه زه اذیت کېږم او نه به د ما زوی اذیت کېږي. خدای دې تاسو ته عزت درکړي. ډېره مننه له تاسې کوم، ډېره مننه له باران رحمت نه. تشکر حاجي صاحب، زنده باشین. انشاءالله که خداوند طفلک صحتمند بسازه و انشاءالله که خداوند شما را صبر نصیب کنه که صبر شده بدین دیگه. انشاءالله شما رو به الله متعال مسپاریم دیگه. شما بخیر دیگه، رخصت سی نظر بمون بلا کنم و هدایت هایی که دکتر داده دیگه بخیر رو بچه‌شم دوایش هست، دوایشم پرسیم کنن انشاءالله دیگه. دو دوای دیگه هم داده او را میگیریم. انشاءالله شما رو به الله متعال مسپاریم. تشکر سید. مزغل سن زارو نه زای سوزو زتی لگرد. زود اینه دستی میلی سید برزی. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان. بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومی تو از رحمت. تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش.